خدمتتون هستیم با آموزش الیواتور و فورسپس ها. بچه‌ها الیواتور برای لق کردن دندونه و بعضی از جراحی ها، حالا یا جراحی دندان نهفته یا اینکه جراحی دندان عقل، میان اول دندون رو لق میکنن و بعد با یه ابزاری به نام فورسپس دندون رو بیرون میارن. حالا این فورسپس ها برای هر دندانی متفاوته، یعنی هر دندون یه فورسپس مخصوص به خودش رو داره. اول از همه الیواتورها رو من یادتون بدم. الیواتور مستقیم. بعدش چی بود بچه‌ها؟ بعدش الیواتور پرچمی یا مثلثی بود. خب این پرچمی یا مثلثی دو تاست، یعنی اینکه چپ و راست داره. ببینید دقیقاً برعکس هم دیگه. اگر از یه زاویه باشه دقیقاً برعکسه. برای همین این الیواتور رو حالا خود دکتر به دندان پزشک تشخیص میده که الیواتور پرچمی چپ یا راست. بعد دو تا رو براش ببرید. اینو بعد دو تا رو براش ببرید. بعد یه اپیکسوه. اپیکو هم بهش میگن. اپیکو. این هم چپ و راست داره. ببین بچه‌ها. کاملا مشخصه این شیارش، می‌بینید؟ پس اینم بود الیواتور اپیکسو.